شغل غیررسمی سبب و امیدهای پیدایش آن. تدبیرهای پس کردن اقتصادیاتی پنهانی با این موضوع در تالاری اتفاق کسبه ولایت سوخت کنفرانسی علمی و عملی در شکل آنلاین برگزار گردید. هدف برگزاری سمیناری مذکور پس کردن سطح شغل غیررسمی میباشد. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که سال 2019 تحت رقم 439 درباره برنامه پست کردن سطح شغلی با قید گرفتن شده غیر رسمی قبول شده است برای سالهای 2019 و 2023. شورای اتفاقهای کسبه ولایت در روند پست کردن سطح شغلی با قید گرفتن شده سلسله کارها را به انجام رسانده است و امروز در این چهار بینی در سمیناری مجازی که طریق آنلاین برگزار گردیده ایستاده است اوید به پهلوهای باز هم کاهش دادن سطح شغلی به قید گرفته نشده کاربری کرده می شود و معروضه ها وابسته به این مسئله به اشتراکداران سمینار رسانده می شود. شغل به قید گرفته نشده فعالیتی است که به طور رسمیت در کارخانه به قید گرفته نمی شود. مثلا کارخانه‌ای که در بازار مهنت کارگرانی کرایه را کار فرموده به آنها مزد نقد میسپارند. وقتی که مزد مهنتی نقد میدهند در اساس قانون باید از وی اندازه اجتماعی و دیگر اندازه بازداشته شود، لیکن از اینها گرفته نمی شود زیرا آنها معاش روزمرهشان را به دست میارند. از این سبب از جهت کارخانه به آنها دفترچه مهنتی گشوده نمی شود. این شغل غیر رسمی به حساب می رود. هدف از برگزار کردن این سمینار از آن عبارت است که ما باید تا سال 2023 کوشش نماییم که رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره پست کردن سطح شغلی به قید گرفته نشده یک اندازه به نظررس اجرا شود. زیرا امروز به همه معلوم است که با وابسته شرایط امروزه در تمام ساختارهای غیر بودجتی شغل‌های غیر رسمی به نظر می‌رسند که این در آینده به خود کارمندانی که به این شغل غیر رسمی مشغول می‌شوند ضرری کلان دارد. با کنفرانس مسئولین و متخصصان ساحه از ناحیه‌های باباجان غفوروف، پنجکن، اسفرا و استراوشان پیوست شدند. رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت سوخت شریف‌الله عبدالله‌زاده در موضوع شغل غیر رسمی و تدابیر پست کردن آن در شرایط امروزه نتیجه های پرسش آموزشی شغل غیر رسمی در ساحه های گوناگون خواجگی خلق سخن کرد. در سخنرانی خود اینچنین ابراز نمود که در کشورهای گوناگون جهان از جمله کشورهای ترقی کرده نیز شغل غیر رسمی به نظر می رسد. طبق معلومات‌هایی که دسترسی ما گردید در دولت آلمان نیز همین چیزها خیلی زیاد به چشم می رسد. مثلا طبق تحلیل‌هایی که در آنجا نشان داده شده است در کارگاه‌های خرد، ساختمان خرد، تجارت خرد، کارهای خانه، تعمیر، خوراک عمومی و غیره بسیارتر همین شغل غیر رسمی به چشم می‌رسد و در سال 2003 تقریبا زیاد از 5 میلیون نفر آدمان به شغل غیر رسمی مشغول شده بودند. اینچنین تحقیقاتی که دانشگاه کالیفرنیا برگزار کرده بود نشان داد که از سبب کاهش یافتن سطح اقتصادیات کالیفرنیا و دچار شدن به بحران اقتصادی در همین شتات کالیفرنیا نیز زیاده از 2 میلیون نفر کارگران به شغل غیر رسمی مشغول می باشند و زیاده از 70-80% کارمندان ساحه‌های خدمت‌رسانی و سودا نیز در مثلا جمهوری اوکراین نیز با کاری غیر رسمی به شغل غیر رسمی مشغول می‌باشند. در سمینار گفته شد که آن شخصانی که با شغل غیر رسمی مشغول می‌شوند به آنها کمک‌های اجتماعی رسانیده نمی‌شود. همچنین به شخصانی که در کارخانه‌ها به طور غیر رسمی کار و فعالیت دارند امتیازها در وقت بیماری یا جراحت برداشتن پیشنهاد کرده نمی‌شود. در وقت نفقه نیز به یکچند معماها گرفتار می‌شوند. گزارش میرهنگیزی عبداحد و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.